در همون روزی تولد قرقیزستان واروخ از او بیرون است. این با امضای یعنی حتی همون رنگ روچکش معلوم است، یعنی این سند است، این خریطه چوب کردگی ای مگزین گرفتگی نیست، این در ارشیو اتحاد شوروی است. مرزهای امروزه ما در همون زمان تصدیق شدن که ما در ترکیب ازبکستان بودیم، قرقیزستان در ترکیب روسیه. انا حجتای سال 24 27 همین است. این جمهوری قرقیزستان در لحظه تأسیسش در ترکیب فدراسیون روسیه، من این در آخر واروخ است، در آخر انا واروخ در حدود قرقیزستان داخل نمیشه در اون روزی این تأسیس قرقیزستان. انا یک اداره بسیار معتبر است با نام ГУК، هم در اتحاد شوروی بود، главное управление картографии، مثلا اداره سرریاستی خریطه سازی، همین ГУК SSR همین خریطه را با امضا و نسخه امضاش بدی هست. همین خریطه نیست، این اسکیزی خریطه قرقیزستان در اداره خریطه سازی اتحاد شوروی ГУК که امضا دارد، نه تگشه بینید امضای رئیس اداره خریطه دارد با کاتبش. این سندی رسمی است. اگر خریطه ها را فرضاً یک کارخانه چاپ کرده باشه، چاپخانه همچون دکومنت استفاده نشه، اما این خریطه اسکیزی، نقشه اسکیزی خریطه جمهوری قرقیزستان در لحظه تأسیس است. و اگر قسم پایین اون قسم کبود این طرف ببینید، واروخ در داخل قرقیزستان نیست. اون کمانی که درون رفته از کبود اون واروخ است، یعنی که در همون روزی تولد قرقیزستان واروخ از او بیرون است. این با امضای یعنی حتی همون رنگ روچکش معلوم است، یعنی این سند است، این خریطه چوب کردگی ای مگزین گرفتگی نیست، این در ارشیو اتحاد شوروی است. سال 29 تاجیکستان از ترکیب ازبکستان بیرون آمد. خریطه تاجیکستان سال 1932 اولین خریطه رسمی جمهوری تاجیکستان بعد پوره تأسیس یافتند. یعنی قسمت سبز جمهوری تاجیکستان، جمهوری اتونومی تاجیکستان که از ترکیب ازبکستان بیرون آمد. اون قسمت زرد منطقه میگیم، منطقه خوجند که از ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان جدا کرده شده به تاجیکستان همراه شد در وقت تشکیل تاجیکستان. یعنی واروخ همون خیلی آمد و در همون لحظه آمدن به خریطه سال 32 است. در لحظه آمدن واروخ پیوست بود به قلمرو تاجیکستان. بینید یک منطقه سه رنگی هست، اگر بینید منطقه رنگ بنفش، فیالتوی، رنگ سرخ و رنگ کبود. این سه ولایت است که همگی 209,000 گکتر است، تقریبا برابر همین زمینی با بحث شونده. این 211 است و 209 209,000 گکتر. این بنفشی کلانش این هست منطقه اصفهان، این منطقه قدیمی تاجیک نشین. اون کبوتش هست منطقه سلوکته، کانی انگشتی سلوکته، و اون سرخ درازش هست جماعت زنبروغ. این همش نامای تاجیکی، شهرهای قدیمی، منطقه قدیمی تاجیکی. ولی یعنی سه منطقه بعد تأسیس تاجیکستان سال 27 سال 30 با قرار شورای عالی اتحاد شوروی از تاجیکستان گرفته به قرقیزستان داده شده است. ما چی میگیم؟ میگیم که این زمین ها از بس که حجت دارند، حال عادلانه است یا نه، حجت دارند، ما حاضر برای این بحث نداریم. ولی اگر جانب همسایه گفت که ما حجتای 24 27 این کار میکنیم، همینا هم این کار میشد، پس اون میگه منطقه بحث 420,000 گکتر میشد، زیرا 211 حاضر موجوده به علاوه 209 که با کاغذ رسمی داده شده است. با داشتن چنین بعضی یا پایه قوی تاریخی، حقوقی، حجتی، سندی، ما باید به این مسئله هم خیلی مناسبتی آگاهانه
бо саводона дошта бошем ва агар анамун мавқеи миллии мо дар пушташ чунин базаи устувор дошта бошад, бо илм, бо мантиқ, бо санад, бо адолат таъмин бошад, ҳамун ҳисси ватандӯстӣ гӯё ки дар болои як пойгоҳи устувор истодааст.